سلام دوستا، خوش آمدین به اولین کورستان که HTML و CSS هست و در ابتدایی ترین سطح قرار دارد. اگر میخواین که وب دیولوپر شوین، بعضی چینل حتما سابسکرایب کنین تا از هیچ ویدیویش پس نمانین. به خاطر شروع این کورس شما نیاز به داشتن معلومات قبلی ندارید، نه هم باید شما حتما کامپیوتر ساینس و دیگر رشته‌های مربوطه را خوانده باشین. کافی است که شما به شدت علاقه‌مندی داشته باشین و یک لپتاپ با امکانات بالا یا متوسط داشته باشین. او امکانات 8 GB رم، پروسسور کور i5، گرافیک کارت، 256 GB حافظه و سافتویر VS کد یا کد ادیتر به اون اینستال داشته باشین و همچنان اینترنت کانکشن داشته باشین. تمام این ویدیوها به پلیلیست مربوطه اپلود میشه و این ویدیو به اشخاص می باشه که در مورد وب دیولپمنت چیزی نمیدانن و کاملا تازه آغاز کردن. هر سوالی که داشتین فراموش نکنین که در قسمت کامنت نوشته کنین و همچنان نوشته کنین که از کجا این صنف تعقیب میکنین. ما بر علاوه که سوال شما را جواب میتونم، در ضمن میتونم بفهمم که شما به کدام سطح قرار دارین، از کجای صنفا را تعقیب میکنین تا ما متد درسی خود مطابق به سطح آموزی شما تغییر بدم تا زودتر یاد بگیرین و بهتر یاد بگیرین. اشخاصی که این بخش کار میکنن هم این ویدیو را ببینن، چون اول شاید ساده باشه. ما به شدت پیش میریم، تولز ها و متد های جدیدی را قرار است یاد بگیریم. حال شروع میکنیم به یک سوال مهم که پیش از اینکه وبسایت دیولپمنت شروع کنین باید اول بفهمین که یک وبسایت چی هست و چطور کار میکنه. طور مثال یک کلاینت که کامپیوتر داره، در براوزر خود که فایرفاکس می باشه و کروم می باشه و دیگه انواع وب براوزرها، به URL از او یا آدرس باری از او یک آدرس نوشته میکنه که میخواد او را دسترسی پیدا کنه. طور مثال قرار است google.com دسترسی پیدا کنه، او را به URL براوزر خود نوشته میکنه و انتر میکنه. وقتی که انتر شد، آدرس از براوزر از آدرس بار به سرور انتقال پیدا میکنه. سرور که از IP آدرس تشکیل شده و در بک‌اند پروگرامینگ به او صورت گرفته، میبینه که آیا این یوزر پیج را که از ما درخواست کرده دارم یا نه. اگر داشت با یک نمبر 200 اوکی ایره روان میکنه. پس به یوزر، وقتی به یوزر روان شد، روی صفحه براوزر به نمایش گذاشته میشه. یک وب پیج از طریق یوزر به سرور روان میشه و سرور او را چک میکنه که داره یا نه. پس دوباره به کلاینت روان میکنه. وب